فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده دیگری که خواهر یا برادری که ذکر نکردن اسمشون و مثل شماره اخیرشون 019 هست، ایشون سوال کردن که من نماز صبح خواب میروم، آیا قضا خواندن نماز صبح با ظهر قبول می شود؟ جواب بدید، خیلی عذاب وجدان دارم. ممنون شما. اصل اینه که الله متعال نماز رو اوقات مشخصی رو یعنی تعیین کرده برای نماز و از نظر شرعی در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم هر نمازی یک وقت مشخصی دارد و از نظر فقهی هم یک تعریفی رو دارد. نمازی که در وقت خوانده میشود یک اسمی دارد، میگویند که ادا هست از نظر اصولی، و نمازی که خارج از وقت یعنی بعد از گذشتن وقت خوانده میشود میگه این نماز قضا هست، یعنی قضای نماز رو آورده. شما باید نماز رو ادا بکنید، یعنی در وقتی که باید نماز بخوانید نماز رو باید بخوانید و حکم شرعی این هست. اون کسی که در وقت نماز میخواند این در واقع دستور الله را انجام داده، عبادت گزار هست و مطیع الله متعال هست. و اون کسی که خارج از وقت نماز در واقع نماز را میگذارد این دیگه پیروی از دستور الله متعال نکرده، گرچه این انسان فضیلت دارد و برتر هست از اون انسانهایی که به صورت کلی نماز نمیخونند. و انسان نباید این رو به صورت عادت خودش قرار بده، خصوصا که امروز ابزاری هست که و دوستان و رفیقانی که کنار شما هستند، خانواده هستند، توصیه بکنید شما رو بیدار بکنن، ساعت هایی که زنگ بیدار باش دارند اونها رو بس تنظیم بکنن تا اینکه برای نماز بیدار بشن. اسباب وسایل بسیار زیادی در این زمینه وجود داره. اما بالفرض اگر کسی خواب افتاد یا نتونست نماز رو سر وقت بخواند، عرض کردم این نباید به صورت عادت در بیاد. انسان همون گونه که این وسواس رو دارد و این به اصطلاح انگیزه رو در قلبش دارد و پشیمان هست، سعی بکند باید عملا هم این اصلاح بکند خودش رو. اما اگر به صورت اتفاق یک شخصی در هنگام نماز صبح خواب افتاده بود یا فراموش کرده بود یک نمازی را که تا اینکه وقت نماز تمام شد، همون حدیثی من قبلا خدمت شما خوندم که رسول الله فرمودند که من نام عن صلات او نسیها فلیصلیها اذا ذکرها. هر کسی که از نمازی خواب افتاد یا فراموش کرد اون نماز را، به محض این که بیادش اومد اون نماز را بخواند، یعنی صبر نکند که من این نماز صبح را با عصر میخونم، نماز عصر ظهر مثلا خواب رفت الان نماز جماعت تمام شده، صبر بکنه که من اینو با نماز عصر میخونم. نه، به محض این که بیادش افتاد که من نمازی رو نخوندم اون نماز رو بخوند، چه بسا که شما فرصت نداشته باشید که دوباره این نماز رو اعاده بکنید. و در روایت دیگری داریم که مضمونش این است که این افراط در واقع در خواب نیست. وقتی که انسان خوابید در اختیار خودش نیست که چه وقتی بیدار می شود، ولو اینکه گاه وقتی مثلا انسان میخواد که بیدار بشود اما نمیتواند که بیدار بشود. اما افراط یا کمی در بیداری هست، یعنی در زمانی که شما بیدار هستید اختیار خودتون را دارید، شما میتونید برنامه زندگیتون را تنظیم بکنید، سر وقت بخوابید تا اینکه سر وقت بیدار بشوید. شما که به دیر وقت میخوابید قطعا از اون طرف به اصطلاح باعث میشود که از به نماز صبح هم نرسید. شما برنامه‌تون رو به گونه‌ای تنظیم بکنید که یک مقدار کافی برای خواب استراحت شما تا وقت نماز صبح یعنی باقی بماند، تا استراحت کافی بکنید و سر وقت ان شاء الله بیدار بشید.